وقتی آموزگار بودنش نه تنها در مکتب اینشی در خانه هم شاگردان بسیار تربیه میکرد و بعدی درس هم در خانه درس های ایلواگی میگذارند. افتخار داریم که چنین پدر بزرگ داشتیم. جنید رجب صاحب فرزندانی برکمال و تحصیل دیده و مهنت دوست و صادق وطن بوده. این روزها اکثر آنها در وظیفه های مختلف دولتی و بخش خصوصی برای آبادانی پیشرفت تاجیکستان عزیز و خدمت به خلق و محل خویش کار و فعالیت نظررس کرده ایستادند.